سلام، من آرزو فرجامنیا هستم، مشاور مالکیت معنوی شانتی. امروز میخوام در خصوص الزام ارائه مجوز فعالیت برای ثبت برند یا علائم تجاری صحبت بکنم. طبق قانون مصوب سال 1386 متقاضیان ثبت برند حتما یک مجوزی رو دال بر فعالیتشون باید ارائه میدادن تا میتونستن برندشون رو ثبت بکنن. این موضوع خیلی وقتا باعث میشد که کسانی که در شرف اقسام مجوزن یا توی بازه زمانی کوتاه نمیتونستن اثبات بکنن که تو اون حوزه فعال هستن، ثبت برندشون به تعویق بیفته یا خیلی وقتا توسط کسان دیگر به ثبت برسه و در نتیجه اون برند رو از دست میدادن، خیلی وقتا سوء استفاده میشد ازش و این موضوع بلا تکلیف باقی میمون براشون. این موضوع در قانون مصوب سال 1403 به این شکل برطرف شده که با ارائه مجوز یا تعهدی که اثبات بکنه شما در اون حوزه فعال هستید و میتونید در آینده‌ای مشخص مجوز فعالیتتون رو ارائه بدید حل شده. به این شکل که شما اون مدرک رو ارائه میدید و درخواست ثبت برندتون ثبت میشه. در این خصوص و هر موضوعی که در حوزه ثبت برند و علائم تجاری داشته باشید، شانتی میتونه بهتون کمک بکنه.